به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. 5 زبان عشق از گری چاپمن و ترجمه آقای محمد یوسفی هستش. 5 زبان عشق یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز و سایت آمازون می باشد. چاپمن در این کتاب رازهایی را برای داشتن عشق پایدار ارائه می کند. محمد یوسفی کتاب 5 زبان عشق را به فارسی ترجمه کرده است. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم و ورق بزنیم. ابتدا خلاصه خیلی کوتاه را از کتاب برای شما میخونم و بعد سراغ فصل اول میرم. دکتر گری چاپمن اعتقاد دارد عاشق شدن آسان است، اما عاشق ماندن یک چالش واقعی به نظر میرسد. اغلب ما با این سوال مواجه هستیم که چطور میتوانیم با وجود همه خواستها، تعارضات، خستگی و درماندگی‌های زندگی روزمره رابطه ای را تازه و رو به جلو نگه داریم. چاپمن در کتاب 5 زبان عشق شما با رمز و رازهای ساده ای آشنا می کند که به حفظ رابطه شما در عین حفظ کیفیت منجر می شود. این راهکارها تاکنون رابطه میلیون ها زوج در نقاط مختلف جهان را نجات داده است. صرف نظر از اینکه رابطه شما در حال شکوفایی باشد و یا در حال افول، روش دکتر چاپمن برای ابراز و دریافت عشق به شما کمک می‌کند تا سطح عمیق‌تر و غنی‌تری از صمیمیت را با شریک زندگیتان تجربه کنید. بنابراین مطالعه این کتاب را از همین امروز شروع کنید. از مشخصات بارز این کتاب می‌توان به کاربردی و عملی بودن آن اشاره کرد. باید خاطر نشان ساخت دکتر گری چاپمن در ویرایش 2015 این کتاب که برای پاسخگویی به پیچیدگی‌های روابط امروزی به روز رسانی شده است، حقایق ذاتی را آشکار می‌کند و مهارت‌های کاربردی و مرتبط را به شیوهی مفید معرفی می‌کند. خواندن کتاب 5 زبان عشق را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنید؟ راهکارهایی را برای حفظ و نگهداری رابطه عاشقانه میان شما و شریکتان در اختیارتان قرار می‌دهد. به افرادی که دغدغه حفظ و بهبود روابط خود را دارند پیشنهاد می‌کنم. مردم به زبان‌های عشق متفاوتی صحبت می‌کنند. زبان عشق شما ممکن است با زبان عشق همسرتان متفاوت باشد. همانند تفاوت زبان چینی با فارسی. اگر زبان همسر شما چینی باشد، هر چقدر به زبان فارسی به او ابراز عشق کنید، او نخواهد فهمید و در نهایت نمی‌دانید چطور به هم عشق بورزید. دوستی که در ابتدا از او صحبت کردم، وقتی به همسر سومش میگفته که او چقدر زیباست، عاشق اوست و به او افتخار میکند، در حقیقت با زبان و کلام تاییدآمیز با او صحبت میکرده است. او صادقانه ابراز عشق میکرده، اما همسرش زبان او را نمیفهمیده است. شاید همسرش به دنبال ابراز عشق به زبان خودش بوده و آن را نمیدیده است. صادقانه ابراز عشق کردن کافی نیست. نشر نوین این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً حالا همراهی کنیم برای شروع فصل اول. پس از ازدواج چه بر سر عشق می آید؟ در ارتفاع 10,000 متری از زمین، جایی بین دالاس و بوفالو، مجلش را کنار گذاشت. رویش را به من کرد و پرسید: شغل شما چیست؟ حقیقت را گفتم. کار من مشاوره ازدواج و برگزاری سمینارهایی در مورد تحکیم ازدواج است. گفت مدت هاست میخواهم این سوال را از یک نفر بپرسم که بعد از ازدواج چه بر سر عشق می آید؟ پرسیدم منظورتان چیست؟ گفت من تا به حال 3 بار ازدواج کردم و در هر 3 بار قبل از اینکه زندگی مشترک زیر یک سقف را آغاز کنیم همه چیز خوب بود. اما بعد از آن به هم می‌ریخت. تمام عشقی که فکر می‌کردم نسبت به او دارم و عشقی که به نظر می‌رسید او نسبت به من دارد برباد می‌رفت. من آدم نسبتاً باهوشی هستم و در کارم موفقم.
اما علت این موضوع را نمیفهمم. پرسیدم چند سال متأهل بودید؟ اولین ازدواجم 10 سال طول کشید. دومی 3 سال و آخری تقریباً 6 سال. عشقی که بین شما وجود داشت فوراً بعد از شروع زندگی از بین میرفت یا به مرور زمان؟ در ازدواج دومم از همان اول نمیدانم چه اتفاقی افتاد. فکر میکردم واقعاً عاشق هم هستیم، اما ماه عسلی که رفتیم فاجعه بود و هیچ وقت هم درست نشد. ما فقط 6 ماه نامزد بودیم. در آن دوران عشقمان رویایی بود، اما بعد از اینکه زندگی زیر یک سقف را آغاز کردیم از همان اول با هم درگیر شدیم. در ازدواج اولم 3-4 سال زندگی خوبی داشتیم. بعد از تولد بچه احساس کردم فقط به بچه توجه می کند و به من اصلا اهمیت نمی دهد. انگار تنها هدف او در زندگی بچه بود و بعد از بچه دار شدن دیگر نیازی به من نداشت. پرسیدم خودش این موضوع را گفت؟ بله، این موضوع را به خودش می گفتم و او در جوابم می گفت من دیوانه ام و استرس یک پرستار 24 ساعته بودن را درک نمی کنم. می گفت باید بیشتر او را درک کنم و بیشتر کمکش کنم. واقعا سعی خودم را کردم، اما به نظر می رسید هیچ فایده‌ای ندارد. بعد از آن بیشتر از هم فاصله گرفتیم و پس از مدتی دیگر هیچ عشقی بین ما وجود نداشت. هر دوی ما بر این موضوع توافق داشتیم که زندگی مشترک ما به پایانش رسیده است. ازدواج آخرم فکر می‌کردم با 2 ازدواج قبلی متفاوت است. دوران نامزدی ما 2 سال طول کشید. واقعا فکر می‌کردیم می‌دانیم چه کاری درست است. تصور می‌کردم برای اولین بار می‌دانم عاشق یک نفر بودن یعنی چه. کاملا حس می‌کردم که او هم عاشق من است. بعد از شروع زندگی مشترک رفتارم تغییری نکرد. همچنان همانند قبل ابراز عشق می‌کردم. به او میگفتم که چقدر زیباست، به او میگفتم چقدر دوستش دارم، به او میگفتم از اینکه شوهرش هستم احساس افتخار میکنم. اما چند ماه بعد از ازدواج شروع کرد به گلایه کردن. مثلا چرا آشغال‌ها را دم در نمیگذاری؟ یا لباسهایت را روی بند پهن نمی‌کنی؟ و بعد از آن شروع کرد به تخریب شخصیت من و میگفت نمیتواند به من اعتماد کند و مرا هم متهم میکرد که به او اطمینان ندارم. یک شخص کاملا منفی شد. قبلا اصلا منفی نبود، بلکه یکی از مثبت‌ترین آدم‌هایی بود که دیده بودم و همین مثبت نگری یکی از دلایلی بود که جذبش شده بودم. هیچ وقت از چیزی شاکی نمی‌شد. هر کاری می‌کردم از نظرش عالی بود، اما بعد از شروع زندگی مشترک از نظر او هیچ کاری را درست انجام نمی‌دادم. واقعا نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده بود. در نهایت عشقم نسبت به او از بین رفت و رفته رفته تبدیل به نفرت شد. اصلا عاشقم نبود. هر دو می‌دانستیم که ادامه آن زندگی برای هیچ کدام از ما سودی نداشت. بنابراین سال قبل از هم جدا شدیم. الان سوال من این است که بعد از آغاز زندگی زیر یک سقف چه بر سر عشق می‌آید؟ آیا این اتفاق برای همه می‌افتد یا فقط مختص من است؟ آیا علت بیشتر طلاق‌ها همین موضوع است؟ باورم نمی‌شود که این اتفاق 3 بار برای من افتاده است. آیا افرادی که از هم جدا نمی‌شوند یاد می‌گیرند بدون عشق به زندگیشان ادامه دهند؟ یا عشق واقعاً در بعضی زندگی‌ها باقی می‌ماند؟ اگر می‌ماند چطور؟ سوالاتی که آن مرد می‌پرسید سوالاتی است که این روزها هزاران فرد متأهل یا جدا شده می‌پرسند. بعضی‌ها از دوستانشان می‌پرسند، بعضی‌ها از مشاوران یا افراد روحانی و بعضی از خودشان. گاهی اوقات پاسخهایی برای این سوالات داده می‌شود که با کلمات علم روانشناسی و با زبانی نامفهوم بیان می‌شوند و پاسخهایی هستند که مفید واقع نمی‌شوند. گاهی هم با طنز و یا مسائل سنتی پاسخ داده می‌شوند. بسیاری از جوک‌ها حقایقی در خود دارند اما هیچ تأثیر مثبتی ندارند. میل به وجود عشق در ازدواج و زندگی ریشه عمیقی در ساختار روانی ما دارد. کتاب‌های زیادی در مورد عشق وجود دارد. در تلویزیون و رادیو از عشق صحبت می‌شود. اینترنت پر از نصیحت‌هایی در این مورد است و همینطور والدین و دوستانمان. زنده نگه داشتن عشق در زندگی امری است که باید جدی گرفته شود.
با وجود منابع و کمک‌های زیادی که وجود دارد تا بتوانند عشق را در زندگی حفظ کنند، چرا افراد کمی هستند که راز زنده نگه داشتن عشق بعد از شروع زندگی مشترک را می‌دانند؟ چرا یک زوج که در کارگاه‌های ازدواج شرکت می‌کنند و مهارت‌های ارتباطی بسیار عالی در ازدواج را می‌آموزند، هنگامی که به خانه برمیگردند نمی‌توانند آنها را در زندگی به کار برند؟ مثلا وقتی مطلبی را در مورد 101 روش ابراز عشق به همسر می‌خوانید و 2-3 مورد را که به نظر بهتر می‌رسند امتحان می‌کنید و همسر شما حتی متوجه این ابراز عشق نمی‌شود، چه خواهید کرد؟ 98 روش باقی مانده را رها می‌کنید و به زندگی عادی خود برمیگردید. حقیقتی که آن را از یاد برده‌ایم. هدف اصلی این کتاب پاسخ به این سوالات است. البته منظور این نیست که کتاب‌ها و مقالاتی که تاکنون منتشر شده‌اند مفید نیستند. مشکل اینجاست که ما یک حقیقت اساسی را نادیده گرفته‌ایم. مردم به زبان‌های عشق متفاوتی صحبت می‌کنند. بسیاری از ما زبان والدین یا خویشاوندان خود را یاد می‌گیریم که همان زبان مادری یا زبان اصلی ما. بعداً ممکن است زبان‌های دیگری هم بیاموزیم که زبان‌های دوم ما هستند. ما زبان مادری خود را راحت‌تر صحبت می‌کنیم و می‌فهمیم. هرچه بیشتر از زبان دوم خود استفاده کنیم، راحت‌تر می‌توانیم با آن مکالمه کنیم. اگر فقط با زبان اصلی خود صحبت کنیم و با فردی روبرو شویم که با زبانی متفاوت از ما صحبت می‌کند، ارتباط ما محدود خواهد شد. آنگاه مجبوریم به زبان اشاره یا رسم شکل متکی شویم. می‌توانیم ارتباط برقرار کنیم، اما به شکلی بسیار بد. تفاوت زبانی بخشی از فرهنگ بشریت است. اگر می‌خواهیم برای مرزهای فرهنگی ارتباط مؤثری داشته باشیم، باید زبان افرادی که می‌خواهیم با آنها صحبت کنیم را یاد بگیریم. در مورد عشق نیز همین موضوع درست است. زبان عشق شما ممکن است با زبان عشق همسرتان متفاوت باشد. همانند تفاوت زبان چینی یا فارسی. اگر زبان همسر شما چینی باشد، هر چقدر به زبان فارسی به او ابراز عشق کنید، او نخواهد فهمید و در نهایت نمی‌دانید چطور به هم عشق بورزید. نتیجه سالها مشاوره ازدواج من این است که 5 زبان عشق احساسی وجود دارد. 5 روشی که افراد از عشق صحبت می‌کنند و آن را می‌فهمند. در حوزه زبانشناسی ممکن است یک زبان گویش‌ها و لهجه‌های متفاوتی داشته باشد. به طور مشابه در حوزه 5 زبان عشق نیز گویش‌ها و لهجه‌های متفاوتی وجود دارند. تعداد روش‌های ابراز عشق در یک زبان عشق فقط محدود به قدرت فهم و تصور فرد است. هرچه فهم و تصور فرد بیشتر باشد، با روش‌های بیشتری می‌تواند ابراز عشق کند. مهمترین چیز این است که با زبان عشق همسر خود صحبت کنید. به ندرت یک زن و شوهر زبان عشق یکسانی دارند. ما تمایل داریم با زبان عشق اولیه خودمان صحبت کنیم و وقتی همسرمان آن را نمی‌فهمد، گیج می‌شویم. شما ابراز عشق می‌کنید، اما از دید همسرتان با یک زبان خارجی که برای او قابل فهم نیست ابراز عشق کردید و مشکل اساسی همینجاست. هدف این کتاب ارائه راه حلی برای این مشکل است و به همین علت است که شهامت نوشتن کتابی در مورد عشق را پیدا کردم. وقتی 5 زبان عشق پایه را یاد گرفتیم و زبان اولیه خود و همسرمان را شناختیم، آنگاه اطلاعات مورد نیاز برای به کار بردن ایده‌های موجود در کتاب‌ها و مقالات دیگر را خواهید داشت. وقتی زبان عشق اولیه همسر خود را شناسایی کردید و آن را یاد گرفتید، مطمئن باشید کلید یک زندگی مشترک پایدار و عاشقانه را یافته‌اید. اگر برای زنده نگه داشتن عشق تلاش کنیم، بعد از ازدواج از بین نخواهد رفت. فقط باید یک زبان عشق دوم را بیاموزیم. نمی‌توانیم به زبان مادری خود متکی باشیم وقتی همسرمان آن را نمی‌فهمد. اگر می‌خواهید همسرتان عشقی که سعی در ابراز آن دارید را بفهمد، باید آن را به زبان اصلی عشق او بیان کنید. نوبت شماست. وقتی سعی می‌کنید علاقه خود را به همسرتان نشان دهید، چه واکنشی نشان می‌دهد؟ فصل دوم.
پرنگه داشتن مخزن عشق. عشق مهمترین کلمه در زبان انگلیسی است و البته گیج کننده ترین. تمام اندیشمندان سکولار و مذهبی موافقند که عشق نقشی محوری و مهمی در زندگی ایفا می کند. عشق نقشی برجسته در هزاران کتاب، موسیقی، مجله و فیلم دارد. تعداد زیادی از نظام‌های فلسفی و الهی جایگاهی والا برای عشق قائلند. روانشناسان به این نتیجه رسیدند که نیاز به عشق اولین نیاز احساسی انسان است. ما برای عشق کوه‌ها را در می‌نوردیم، از دریاها عبور می‌کنیم، بیابان‌ها را زیر پا می‌گذاریم و سختی‌های بیشماری را تحمل می‌کنیم. بدون عشق نمی‌توان کوه‌ها را درنوردید، از دریاها عبور کرد، بیابان‌ها را زیر پا گذاشت و سختی‌ها را تحمل کرد. اگر بپذیریم که کلمه عشق در جامعه انسانی نفوذ کرده است، هم در گذشته و هم در حال، باید این را نیز بپذیریم که این کلمه گیج کننده ترین کلمه نیز هست. به هزاران روش آن را استفاده می کنیم. می گوییم عاشق هات‌داگم، لحظه بعد می گوییم عاشق مادرم است. با کلمه عشق از فعالیت‌های مورد علاقه‌مان مثل شنا، اسکی، شکار حرف می زنیم. عاشق اشیایی مثل انواع غذاها، ماشین‌ها و خانه‌ها هستیم. عاشق بعضی حیوانات مثل سگ، گربه و حتی حلزون هستیم. عاشق طبیعتیم. درختان، گلها، آب و هوا. عاشق افراد هستیم. مادر، پدر، پسر، دختر، والدین، همسر، دوستان. حتی عاشق شدن هستیم. اگر تمام موارد گفته شده به اندازه کافی گیج کننده نبود، این را هم اضافه کنید که ما کلمه عشق را برای توضیح بعضی کارهایمان نیز استفاده می‌کنیم. مثلا این کار را انجام دادم چون عاشقش هستم. این نوع توضیح برای خیلی از کارها استفاده می‌شود. یک سیاستمدار رابطه نامشروعش را عشق می‌نامد، در حالی که یک فرد مذهبی آن را گناه می‌داند. زن یک مرد الکلی به زندگی با او ادامه می‌دهد و آن را عشق می‌داند، در حالی که روانشناسان آن را هموابستگی می‌نامند. والدین تمام خواسته‌های فرزند خود را برآورده می‌کنند و آن را عشق می‌دانند، در حالی که مشاوران خانواده آن را بی‌مسئولیتی می‌نامند. رفتار عاشقانه چیست؟ هدف این کتاب رفع تمام پیچیدگی‌های کلمه عشق نیست، بلکه تمرکزش روی آن نوع از عشق است که برای سلامت روانی ما ضروری است. روانشناسان کودک این مورد را تایید می‌کنند که هر کودکی نیازهای احساسی اساسی دارد که به منظور ثبات روانی او باید برآورده شوند. در بین این نیازهای احساسی هیچ یک مهمتر از نیاز به عشق و علاقه نیست. نیاز به اینکه حس کند به کسی تعلق دارد و او را می‌خواهند. یا میزان کافی عشق و علاقه کودک به یک بزرگسال مسئولیت پذیر تبدیل خواهد شد. بدون آن عشق از لحاظ احساسی و اجتماعی دچار مشکل خواهد شد. به گفته دکتر راس کمپل، روانپزشک متخصص کودکان و جوان، درون هر کودکی یک مخزن احساس وجود دارد که لازم است با عشق پر شود. وقتی یک کودک واقعا احساس کند که او را دوست دارند، رشد طبیعی خواهد داشت. اما وقتی آن مخزن پر نشود، در بزرگسالی رفتار نادرستی بروز خواهد کرد. علت بسیاری از رفتارهای بد بچه‌ها پر نشدن مخزن عشق آنهاست. وقتی این حرفهای دکتر را شنیدم، از استعاره‌ای که به کار برد خوشم آمد و به صدها والدینی فکر کردم که در دفتر من از رفتارهای زشت فرزندانشان صحبت می‌کردند. هیچ وقت نمی‌توانستم مخزن احساسی درون آن بچه‌ها را ببینم، اما نتایج خالی بودن آن را می‌توانستم ببینم. رفتار بد آنها حاصل جستجوی گمراهانه عشقی بود که از سوی والدین دریافت نکرده بودند. آنها در مکانهای اشتباه و به روشهای اشتباه به دنبال عشق بودند. دختری به نام اشلی را به یاد دارم که در 13 سالگی به علت بیماری مقاربتی تحت درمان بود. به همین خاطر والدین او شدیداً ناراحت بودند. از اشلی عصبانی بودند. از مدرسه شاکی بودند که در مورد تماس جنسی به بچه‌ها آموزش دادند. والدینش پرسیدند چرا باید این کار را بکند؟ در صحبتی که با اشلی داشتم به من گفت که والدینش در 6 سالگی از هم جدا شده بودند. او میگفت فکر میکردم پدرم به خاطر اینکه مرا دوست نداشت رفت.
وقتی 10 سالم بود مادرم مجددا ازدواج کرد. آن زمان احساس کردم او شخص دیگری را برای عاشقی دارد، اما من هنوز کسی را نداشتم که عاشقم باشد. با آن پسر در مدرسه آشنا شدم. از من بزرگتر بود اما دوستم داشت. باور کردنی نبود. با من مهربان بود و بعد از مدتی احساس کردم واقعا عاشق من است. نمیخواستم رابطه جنسی داشته باشم، فقط میخواستم کسی مرا دوست داشته باشد. مخزن عشق اشلی برای سالها خالی مانده بود. مادر و ناپدریش نیازهای مادی او را تأمین می‌کردند، اما نیازهای احساسیش را نادیده می‌گرفتند. قطعاً اشلی را دوست داشتند و فکر می‌کردند اشلی عشق آنها را می‌فهمد، اما خیلی دیر فهمیدند که اینطور نیست و آنها با زبان اصلی عشق اشلی به او ابراز عشق نمی‌کردند. نیاز احساسی به عشق فقط مختص دوران کودکی نیست. این نیاز در بزرگسالی و زندگی مشترک بعد از ازدواج هم وجود دارد. تجربه عاشق بودن به طور موقت این نیاز را رفع می کند، اما طول عمر کمی دارد و موقتی است. بعد از اینکه از حال و هوای عاشقی خارج می شویم، نیاز احساسی ما به عشق مجددا خودش را نشان می دهد. چون با توجه به طبیعت انسانی برایمان امری ضروری است. نیاز به عشق در مرکز امیال احساسی است. قبل اینکه عاشق شویم نیز نیاز به عشق داشتیم و تا آخر عمر هم خواهیم داشت. نیاز به دریافت عشق در دل امیال ازدواجی قرار دارد. اخیراً مردی به من گفت خانه، ماشین، ویلا یا هر چیز دیگری چه ارزشی دارد وقتی زنت عاشقت نباشد. میدانید منظورش چه بود؟ این بود که بیشتر از هر چیزی میخواهم که زنم عاشقم باشد. چیزهای مادی نمیتوانند جایگزین عشق احساسی انسان باشند. خانمی میگفت او تمام روز به من توجه نمی کند و بعد در پایان روز میخواهد که هم بستر شویم. از این کار متنفرم. او زنی نیست که از رابطه زناشویی متنفر باشد، بلکه فقط ناامیدانه از نبود عشق احساسی مینالد. خب این خلاصه کوتاه و زیبا رو تقدیمتون کردم. امیدوارم که اگر خوشتون اومده حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.